همین توجیه در این منبر میبرم میگه که نوروز حرام است، عید کردنش کفر است، خوراک پختنش کفر است، تبریک کردن هم دیگر به نوروز کفر است. همین را تاجیک گفته ایستاده است به زبان زیبای تاجیکی. چرا؟ چون که دیگر مغزش تاجیک نیست، زبانش تاجیکی، نامش تاجیک، ولی تفکرش گروه افراطگرا اینقدر شست است که تاجیک خودش آمده است در مقابل فرهنگ و ارزش‌های ملی خودش موقع گرفته است. چرا که میشه؟ چون که گروه‌های نوی افراطی نسل نو موهیت ضد فرهنگ تاجیکی دارند. از این رو این در فرهنگ ما نیست، نبود. مثلا ما همه 1000 سالی که مسلمان هستیم در آسیای میانه خصوصا نوروز هیچ وقت من نشده است. بسیار سرچشمه‌های تاریخی ما داریم، از جمله رساله تاریخی احمدی دانش که در اصل 19 زندگی کرده است. در اونجا یک تصویر از نوروز بخارا است و احمدی دانش میگه که در بخارا نوروز 7 شبانه روز جشن گرفته میشه. در بخارایی که در زیر حکومت علمای اسلامی بود، اینقدر نفوذ قاضی و مفتی و رئیس و علمای مدرسه بخارا کلام بود که حتی امیر میترسید، ولی اونا هیچ وقت نگفتن که نوروز ممنوع است. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همونو الله را حمد و ثنا و شکر میگوییم و از او طلبی کمک مینموییم و تنها از او طلبی مغفرت مینموییم و پناه میبریم به الله از بدیهای نفسمون و از بدیهای عملهایمون. هر کسی رو که الله هدایت نموده است گمراه کننده وجود ندارد و هر کسی رو که الله گمراه کرده است هدایت کننده وجود ندارد. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیت 115 میفرماید که و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. و هر که پس از آشکار شدن راه راست به پیغمبر مخالفت کند و به راه مؤمنان پیروی نکند، او را به آن جایی که روی آورده است رهایش میکنیم و در جهنم میسوزانیم. چی بد از این جای آمدن. از این آیت ما آشکار و واضح میفهمیم که حکم پیروی کردن از پس کفار و مرتد چی است. الله سبحانه و تعالی میگوید که هر کسی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم مخالفت کند او گمراه است و عاقبت این عملش جهنم است. به الله پناه میبریم. انس ابن مالک میفرمایند چون رسول الله به مدینه رسیدند ساکنان آن دو عید داشت که آن را با بازی و بازیچه و دلخوشی می گذراندند. از آنها پرسیدند این روزها چه معنا دارد؟ گفتند اینها روزهایی هستند که ما شادی می کنیم و از زمان بت پرستی جشن می گیریم. سپس پیامبر به آنها گفتند در حقیقت الله به جای این عیدهای شما دو عید را بهتر دانست، عید قربان و عید فطر. شیخ ابن عثیمین رحمه الله می فرمایند برای مسلمان حرام است که دعوت عیدهای کافران را بپذیرد، زیرا که بدتر از تبریک آنهاست، زیرا این به معنای اشتراک کردن در عیدهای آنها می باشد. امام ذهبی نیز فرموده است در مورد تقلید کردن به کافران در جشن مولود عیسی، در جشن روز پنجشنبه مقدس یا جشن نوروز، این یک بدعت نفرت آور است و امام اعتراف شده امام ابو حنیفه نعمان ابن ثابت میگویند و ابن نجیمی هم در این قول هستند در باب کفر و مرتد نوشته است کسی که به عید نوروز عید آتش پرستان می رود و در این روز کار انجام می دهد که از عملهای آتش پرستان باشد و یا می خرد چیزی را که در روزهای عادی نمی خرید، می خواهد که این عمل را احترام کند و جشن گیرد، پس به او کفر می افتد.
و همین طور نیز کسی در این روز به مشرکان هدیه میدهد اگرچه یک تخم باشد از دین اسلام، از ملت اسلام خارج می شود. و ای مسلمانان، به شما بیان شد حکم عیدهای کفار و بیشتر از این حکم یک عیدی که سبب فتنه و گمراهی برای مسلمانان شده است. این عید سال نو میلادی نامیده می شود. گناه و شرکیات این به نام عید را ما به شما بیان کردیم. پس براءت بکنید از کسانی که این عید را جشن میگیرند و از این عمل راضی هستند. البته کسانی که این عید نوروز را جشن میگیرند، چی عید میلادی باشد و دیگر عیدهایی که غیر مسلمانی هست، یعنی تعلق به دین اسلام ندارد، و الله سبحانه و تعالی واضح و روشن بیان کرد که هر کسی که بعد از اونی که یعنی بدبختی کند بعد آمدن پیامبر یا که بعد آمدن حجت و غیر راه مؤمنین را اختیار کند، الله سبحانه و تعالی او را به جهنم داخل می کند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند، گفتند که در دین اسلام دو عید وجود دارد و غیر این دین ها، مثلا عید نوروز، این عید نوروز عید آتش پرستان است. هر کسی که عید نوروز را جشن میگیرد، تبریک میکند و میگوید که عیدتان مبارک شود، البته او گفته ایستاده است که انا همین آتش پرستی که شما کرده ایستادید چیزی خوب است. من عبید فهو راض، هر کسی که عبادت کرده شود و او راضی هست، طاغوت است. من نمیدونم این شخصانی که خودشان را گویا که خودشان را دانشمند میگیرن و پیشوا میگیرن، سبحان الله، شما چی کار کرده ایستادید؟ شما باز میگویین که 1000 سال ما مسلمان هستیم و این جشن را و این نوروز، عید نوروز را عید میگرفتن. شما تا کی دروغ میگویین به الله و رسولش؟ حالا آنکه یگان امیر مؤمنین یا که یگان صحابگان، بعد از صحابگان تابعین، تبع تابعین، امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعی و دیگر امامان بزرگ علمای نجد این جشن را درست و اعتراف نکردند، کفر دانستند. و تو امروز می آیی از اشکم خودت صحبت میکنی، نه کتاب، نه قرآن، نه سنت، نه قول علما، یگان چی نیست؟ قول شاعر. کدام شاعری که یک گمراه گشته است. سبحان الله، شما از الله نمی ترسین؟ شما کی به سوی الله و رسولش باز میگردین؟ و دانسته بگیرین که این عذاب ربک لشدید، و این سخنان شما ضد سخن الله و رسولش است. یعنی شما گفته ایستادید که انا همین هست، باید همینه چیکار کرد؟ اعتراف کرد و همینه جشن گرفت. الله میگوید که جشن نگیر، حرام است. رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که حرام است، تو میگویی که حلال است. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم. دانشمندان، یهودی ها دانشمندان خودشان را، علمای خودشان را رب غیر الله گرفتند. آنها دانشمندان یهود برای چی کافر شدند؟ حلال الله را حرام کردند، حرام الله را حلال کردند. و پیروان این شخصان به همین گوش کردند و رب گرفتند و کافر شدند. و امروز کسانی که در کدام مملکتی که نباشد همچون علما مشهور هستند و درباره این عید یگان رد نمیزنند، خاموش هستند و گپ هم نمیزنند، و هستند کسانی که خودشان را علما میگیرند لیکن تبریک کرده ایستادند. علما و سو هستند، علمای بد هستند. اینها
اینها علمای اسلام نیستند، اینها دجال هستند، فریبگر هستند. اینها از قرآن و سنت صحبت نمی کنند. از الله بترسید، به سوی الله بازگردید. و اینها میگویند که اینها گروه افراطی هستند. آیا قرآن و سنت گروه افراطی داخل بشود؟ آیا امام ابو حنیفه گفتند هر کسی که به یک عید چی نوروز باشد دیگر عیدها باشد یک تخم تحفه بکند کافر میشد گفتند؟ آیا امام ابو حنیفه افراطی هستند؟ تو این سخنان را از کجا گپ زده ایستاده؟ این صحبت هایی که تو داری برای اینکه به تو به یگان منصب تیان، تو را پیشوا بگیرن، برای همین سبب گفته ایستاده. از الله نمیترسه. از الله بترس، به سوی الله توبه بکن و مردمان را گمراه نکن. هستند کسانی که این دین اسلام را استادگیری میکنند و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که در بین مردم کسانی هستند که ظاهر هستند آنها به مردم و آنها تا روز قیامت به کسانی که دشمنی الله و رسولش هستند استادگیری میکنند، برای آنها رد میزنند. از الله بترسید و به سوی الله توبه بکنید.